الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 48 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما دلیل های را از قرآن و سنت برای اثبات توحید و قبح الشرک، اثبات بدی شرک، اثبات ترک شرک ذکر خواهیم کرد. بله، در این 47 حلقه گذشته به شما مسائل زیاده را بیان نمودیم و البته بسیار مسئله های بزرگ را بیان نمودیم و این حلقه های گذشته حلقه های است که باید هر یکی من و شما خوب گوش بکنیم، با دقت حفظ بکنیم، زیرا هر کسی که این 47 حلقه گذشته را خوب میفهمد، فهم توحید و بررسی کردن توحید، با تمام تقسیماتش فهمیدن توحید برای او آسان خواهد گشت و البته این توفیق الله سبحانه و تعالی هست. برادرانم و خواهران بزرگوارم، رحمکم الله، بدانید که برای اثبات توحید و بد بودن شرک و ضرور بودن و فرض عین بودن ترک شرک دلیل های زیاد دلالت میکند. دلیل ها از قرآن و سنت، دلیل ها از وحی، قرآن و سنت وحی است، دلیل های عقلی و اینچنین دلیل های فطری. فطرت انسان خودش دلالت میکند که توحید این امر ضروری است و شرک این بدترین عمل است که باید ترک کرده شود و عقل هم به همین دلالت میکند و وحی هم به همین دلالت میکند. اولا ما به شما دلیل های عمومی را ذکر میکنیم که در این آیات های قرآن عموم الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است. بدانید که الله سبحانه و تعالی در قرآن ضرب المثل زده است، یعنی یک چیزی رو به چیزی دیگری مانند کرده است. ما هم به زبان تاجیک میگیم ضرب المثل، به زبان عربی ضرب المثل، یعنی یک چیزی رو به یک چیز مانند کردن. الله سبحانه و تعالی در سوره ابراهیم آیه 25 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. و الله سبحانه و تعالی برای مردم مثال های را می آورد، مثال های را می زند تا که اونها تذکر یابند، یا که بگیم به یادشون بسیار مسائل های مهم برسد. یعنی الله سبحانه و تعالی ضرب المثل می کند، بسیار چیزها رو مثال می آورد تا که من و شما بفهمیم. سبحان الله، در سوره روم آیه 58 هم همین سخن رو میگه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ما برای انسان ها در همین قرآن از هر یک مسئله یک
نمونه آوردیم. و تلك الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العاملون. اما این مثل ها رو فقط و ما يعقلها الا العالمون، فقط انسان های عالم، انسان های با عقل و با خرد میفهمند. بیایید به مثال هایی که الله سبحانه و تعالی در قرآن به ما این مثال ها را زده است نظر کنیم که چگونه الله سبحانه و تعالی به این مثال های زده اش حال شرک و اهل شرک را بیان کرده است. الله سبحانه و تعالی در سوره عنکبوت آیه 41 میگوید: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثال آنانی که بجز الله اولیای را به خودشان گرفتند. یعنی کسانی که بجز الله به خودشان اولیا گرفتند، یعنی یک دوست را انتخاب کردند به درجه الله رسانیدند، الله را ترک کردند، بجز الله یک اولیا گرفتند، اولیا پرست شدند، قبر اولیا را پرستش کردند یا خود اولیا را پرستش کردند. سبحان الله، گفته اولیا را از گفته الله پیش گرفتند، به اولیا سجده و رکوع و ذبح و غیره و غیره. که تمام فرقه های اهل بدعت را میبینید، صوفی با تمام طرق هایش، رافضه و غیره، انمین مثال الله که به ما زده است وارد میشوند. یعنی اولیا پرست، اونها اولیا را بجز الله گرفتند. الله همونها را مثال میارد. یعنی همون کسانی که اولیا پرست شدند بجز الله، یعنی الله را ترک کردند و اولیا پرستند، اینها مانندی کی هستند؟ کمثل العنکبوت، بمانندی یک ترتنک هستند. عنکبوت، ترتنک میگیم، عنکبوت بمانند یک ترتنکی هستند که اتخذت بیته، خانه گرفته است. شما خوب میدونید که عنکبوت، ترتنک چگونه به خودش خانه میسازد. یعنی یک غوچه ها بگویم یا یک بمانند ریسمانچه ها که اگر کمی پوف بگویید، کمی پوف بکنید یا به کمترین حالت میتوانید خانه این عنکبوت را نابود کنید. سبحان الله. یعنی ببینید الله چی را به چی ضرب المثل کرده است، چی را به چی مانند کرده است. یعنی کسانی که الله را ترک کردند و به غیر از الله چیزی دیگری را به خودشون اولیا گرفتند، به مانند انمین ترتنک هستند که گویا خانه گرفته است. و الله در دوامش میگه که و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا یعلمون. از همه خانه‌ای که ضعیفترین است، خانه‌ای که بینوت بی قوت است و زود نابود می شود، این خانه عنکبوت است، این خانه انمون ترتنک است. لو كانوا یعلمون، اگر شما بدانید. الله اکبر. الله در این آیت بیان می کند که مشرکین ضعیف هستند، مشرکین حجت ندارند، مشرکین به این شرکشان دلیل ندارند، مشرکین بر این شرکشان هیچ دلیل، نه از فطرت، نه از عقل، نه از نقل، یعنی از وحی قرآن و سنت، هیچ دلیل ندارند. هر طائفه، هر جماعت، هر حزب، هر مذهب، هر فرقه و هر انسانی که در سبحان الله شرک واقع شده است، این ضعیفترین فرقه و جماعت و ضعیفترین انسان ها هستند و اینها به مانند خانه ترتنک هستند که سبحان الله زود نابود می شوند. یعنی اینها حجت ندارند، اینها این عملشون سبحان الله بینید عملی بد است که یگان دلیل برای انجام دادنش ندارند.
اینها برهان از نزد الله ندارند، اینها ضعیفند و این عملشان باطل است و این زود نابود شونده است. یعنی از این آیت باز فهمیده می شود که تمام مشرکان خودشون همیشه لرزیده می گردند. مشرکین همیشه در حالت ترس و هراس از موحدین است. قسم به الله، والله بالله تالله، اهل توحید از یگان نفر از مشرک، از یگان فرقه و جماعت مشرکی و از یگان اهل بدعت هراس و ترس از دینش ندارد. ما اهل توحید به صدای بلند میگوییم اهل بدعت یا اهل شرک یا مذهب و فرقه و طائفه یا حزب شرکی کسی نباشد بیاید به نزد ما از دین ما را سوال و جواب بکند، حجت ما را بفهمد، به ما بحث و مناقشه کند، ما راضی هستیم. برای چی ما راضی هستیم؟ برای اینکه ما زور هستیم و کبر؟ نه والله، این به خاطر کبر نیست، این کبر هم نیست، این را کبر گفته نمی شود. این به خاطر آن است که ما بیان میکنیم که دین ما حق است، منهج ما واضح است، راه ما از اول تا آخرش راست است و کجیه ندارد، راهچه ها ندارد، واضح است و روشن است و هر عملی ما و هر اعتقادی ما و هر گفتاری ما و رفتاری ما از قرآن و سنت به فهم سلف امت صحابه رضی الله عنهم گرفته شده است. صحابه و تابعین قرون المفضله. اما مشرکین، منافقین، مرتدین، این مشرکین سبحان الله می ترسند، هیچگاه گفته نمی توانند که مرحمت بیایید با شما صحبت میکنیم، در کدام مسئله خواهید حجت به شما ذکر میکنیم، حجت ما خواهید اثبات کنید که ضعیف است یا که باطل است. نمی توانند گفت. اونها ضعیفند، اینها به مانند خانه عنکبوتند. پس ای برادرم و خواهر موحدم، هرگاه که به مشرک روبرو شدی و بین تو و بین آن مشرک بحث و نقاش و مجادله سرزد، هیچگاه تو در هراس نباش، یعنی هیچگاه نترس، هیچگاه شتاب نکن، آرام باش و اولین کاری تو باید توکل به الله باشد، کمک از الله، و بعد از این صبر و تحمل بگذار که مشرک صحبت بکند و بعد از این به او جواب بده و بیان بکن که در حقیقت شرک اون بدترین شرک است، هم فطرت و هم عقل و هم وحی دل نمیکرد. اگر تو از قرآن و سنت آورده نتوانی، برای تو عقل کافی است، برای تو عقل تو کافی است، برای تو فطرت تو کافی است. اگر عقل سالم باشد کافی است. چرا؟ برای اینکه الله میگه اون کسانی که بجز الله اولیای را گرفتند، یعنی بجز الله دیگر چیز را میپرستند و مشرک شدند، اینها به مانند یک تارتنکی هستند که خانه ساخته است که خانه اش زود نابود میشد، ضعیف است و بدترین و بگیم از همه ضعیفترین خانه، از همه ضعیفترین بی‌قوت‌ترین خانه، خانه عنکبوت است. سوره عنکبوت آیه 41. الله اکبر. و در آیت فصلت بگیم سوره فصلت آیت 39 الله یک ضرب المثل دیگری رو میارد، میگوید و من آیاته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. و از آیاتهای الله یعنی نشانه‌های الله، یعنی چیزهایی که دلالت به الله میکند، چیزهایی که وقتی که این چیزها رو دیدی تو میفهمی که این چیزها به الله دلالت میکند، تو را به سوی الله میبرد. نشانه، علامتها که تو را به شناخت الله میبرد، به اقرار الله میبرد. یکی از نشانه های الله، یعنی نشانه های الله، علامت هایی که این علامت ها دلالت الله را میکند بینات زیاد است، لیکن الله میگه و من یعنی و از، یعنی و از بعضی، یعنی از درون نشانه ها و علامت های زیاده. انا این یکی از همون علامت ها این است که انک ترى الارض خاشعة، یعنی زمین رو میبینی که زمین خشک است و چیزی ندارد، بگوییم
اما الله سبحانه و تعالی به بالای این چی میکند؟ آب رو نازل میکند. و انزلنا علیه الماء. الله به بالای زمین خشک، به بالای زمینی که هیچ چیز نمیروید، آب رو نازل میکند، باران رو نازل میکند که این باران بعد از باریدن زمین از خودش سبزوات را میبرارد و این زمین دوباره زنده میشود و کبودی ها در بالش میروید. الله میگد که این الذی احیاها لمحیی الموتى، البته آنی که همین زمین را زنده کرد، گویا زمین مرده بود، به سبب باران این زمین را زنده کرد. انمین کسی که همین زمین مرده را زنده کرد حتما مرده ها را بار زنده میکند، یعنی انسان های مرده را هم میتواند که زنده کند و زنده میکند. الله که زمین مرده را زنده کرد، انسان مرده را هم زنده میکند. چرا؟ برای آنکه الله به همه چیز قادر است. انه علی کل شیء قدیر. ما باید ایمان بیاوریم که الله به همه چیز قادر است. در اینجا الله چگونه ضرب المثل زد؟ زمین مرده را به مانند انسان مرده کرد، یا انسان مرده را به مانند زمین مرده و انسان زنده را به مانند زمین زنده کرد. به شما فهمونید که مثال ببینید چگونه خوب زمین مرده را که هیچ چیز در بالایش نیست و مرده است الله زنده کرد. این چنین انسان مرده را هم الله زنده می کند. شما هیچگاه شک و شبهه نکنید. الله در اینجا چی را به ما بیان کرد؟ الله بیان کرد که الله یگانه خودش زنده کننده انسان ها و مراننده انسان ها است و تنها الله خودش زنده کننده زمین مرده است و مراننده زمین است. پس این مردن و زنده شدن همه دلالت به یگانگی الله، به توحید الله میکند. یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا عقلا هم به ما رسانیده شده است، یعنی عقل ما را تحریک داده شده است. سبحان الله. ببینید الله سبحانه و تعالی کلمت الطیبه، کلمت الطیبه کدام کلمه است؟ لا اله الا الله را کلمت الطیبه میگند، برای که الله در قرآن کلمت الطیبه گفته است. کلمت الاخلاص، کلمت التقوى، کلمت عروة الوثقى، کلمت الحق، کلمت الطیبه، کلمت الاخلاص، این لا اله الا الله است. الله همین کلمه طیبه را، لا اله الا الله را به مانند یک درخت پاک زیبای مانند کرد که اصل این درخت در ثابت است، اصلش ثابت است و فرع این درخت در آسمان است. الله میگه در سوره ابراهیم آیه 24: الم تر کیف ضرب الله مثلا، آیا دیدی که الله سبحانه و تعالی چگونه یک مثال را به تو زد، مثال آورد، مثال را به تو زد. کلمة طیبة کشجرة طیبه، کلمه طیبه به مانند یک درختی طیبه است. یعنی کلمه طیبه، کلمه پاک و زیباترین و احسنترین لا اله الا الله به مانند یک درختی زیباترین و بهترین و پاکترین و طیبه است که اصل این درخت ثابت است و فرعش در آسمان است. یعنی لا اله الا الله بینهایت کلمه بزرگ است، به مانند یک درختی بینهایت بزرگی که اصل این درخت در زمین ثابت است و فرعش، شاخه هایش در آسمان است. یعنی انا من کلمه توحید، انا من کلمه لا اله الا الله که ما این کلمه توحید میگیم، کلمه التوحید. سبحان الله. این کلمه از اول تا به آخر دلالت به توحید میکند، یعنی دلالت به یگانگی الله میکند. یگانگی الله از همه جانب، از جانب ربوبیت که این خلق است و رزق است و علم است و حی القیوم است و مالکیت و ربوبیت او رب است، مالک است، و از جهت الوهیت است که یگانه باید الله عبادت کرده شود.
یگانه باید الله سبحانه و تعالی دعا کرده شد. و از جهت اسما و صفات که الله سبحانه و تعالی نامهای دارد که فقط زیبنده او و فقط کاملترین نام از آن الله سبحانه و تعالی و صفاتش این چنین. پس این آیت هم دلالت به توحید میکند. الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر، آیت حج، بگیم در سوره حج آیت 73 به من و شما یک مثال دیگری را میزند. میگوید ضرب المثل دیگر که یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ای انسان ها، ای مردم. الله نگفت ای ایمان آورده ها، یا ایها الذین آمنوا نگفت. وقتی که آیت میاد یا ایها الذین آمنوا، این دلالت فقط به مؤمنین و موحدین میکند. اما وقتی که الله یا ایها الناس گفت، این دلالت به همه میکند. ای مشرکین، کفار، کسی نباشی، مؤمن و مسلمان و دیگر کفار و مشرک. یعنی ای انسان ها، ضرب مثل، به شما یک مثال زده شد، فاستمعوا له، به این مثال زده شده دقت بدهید، گوش بکنید. یعنی الله میگه که ای انسان ها، من به شما یک مثال زدم، شما همین مثال زده من را، همین مثال آورده من را شما گوش بکنید، بفهمید، فکر بکنید. الله میگه انا این مثال آورده الله ببینید. انا که در دوامش میگه ان الذين تدعون من دون الله، البته آنانی که بجز الله، من دون الله، چیزی دیگری را دعا میکنند. یعنی آنهایی که بجز الله، یعنی غیر الله را دعا میکنند، از غیر الله طلب میکنند. لا یخلق ذبابا، هرگز پشه را، یک دانه پشه را خلق نکردند. ولو اجتمعوا له، اگر شما هم جمع شوید هم یک تا پشه خلق کرده نمیتونید. و ای یسلبهم الذباب شیئا لا یستفیدوه منه، اگر یک پشه بیاد از نزد اینو یک چیز گرون برود هم اینها همونو گرفته خلق نمیتونند. ضعف الطالب والمطلوب، انسان طلب کننده و طلب شونده هر دوش ضعیف است و سبحان الله کامیاب نیست و خساره زده است. الله چی مثال آورد در اینجا؟ چگونه مثال آورد؟ یعنی آنهایی که بجز الله دعا میکنید، اینها هیچی خلق کردگی نیستند. یعنی این سبحان الله ندا خصوصا به مشرکین بیند خوب است. ای مشرکین، این انسان‌هایی که شما اولیای را یا که غیر اولیا، یک دیگر انسانی را کسی نباشد عبادت میکنید، انبیا، اولیا و غیره، بجز الله این چیزها را دعا میکنید. دعا این عبادت است. یعنی به سری قبر، مزار میروید. امروز سبحان الله در تمام سرزمینی که در اونجا مسلمان نشین است مزار است. و این بلا و مصیبت مزار پرستی اصلش از دو فرقه باطل به وجود آمده است و هر دو این فرقه هم باطنی هست. باطنی ها، فرقه رافضه و فرقه صوفی، هر دو این فرقه بدترین فرقه و مشرکترین فرقه است. سبحان الله، هر دو این فرقه سبب شد که در تمام سرزمینی که در اونجا مسلمان زندگی میکنند یک قبر، یک مزار برای پرستش باشد. والعیاذ بالله. منطقه هایی که صوفی ها زندگی میکنند، رافضه ها زندگی میکنند، این منطقه پر از قبر است که پرستیده میشود. والعیاذ بالله. وقتی که الله به من و شما قدرت داد، باید این قبرها رو نابود بکنیم. چیزی که بجز الله پرستیده میشود یک لحظه هم باقی ماندنش درست نیست، باید نابود کرده شود. پس بارک الله فیکم، الله در اینجا میگه که آنانی که بجز الله یک چیزی دیگری را،
یک کسی دیگری رو مثل یک مزاری رو، یک قبری رو دعا میکند، میرد از وی دعا میکند، همونو داند. شما بدونید ای قبر پرست ها، بدونید ای مشرک ها، بدونید ای اولیا پرست ها، بدونید که این اولیای شما، این قبر شما، این مزار شما یک پشه رو هم خلق کردگی نیست، نمیتواند که خلق بکند. اگر پشه بیاید و از پیش اولیایت، از پیش یگون کسی که تو میپرست یک چیز گرون برود، از دست پشه گرفته نمیتواند. مثال الله آورده رو ببینید. یعنی مشرکا شما خور هستید، این کارتون بد است، شما در خسارت دنیا و آخرت هستید، شما به این کارتون به یک گمراهی شدید غلطیده اید. شما یک چیزی رو عبادت میکنید که یک پشه رو خلق نکرده است، انسان رو، اولیاء رو، یا که انسان های است که گاو و خر رو، موش رو، والعیاذ بالله، مار و خر و هزارها چیزی دیگر رو عبادت میکنند، گاو رو عبادت میکنند. البته اینها فطرتشون و عقلشون به تمام تغییر یافته است. عقل سالم نیست و فطرت هم از فطرتی که الله آفریده است عوض شده است. خیلی که در حدیث اومده است یک کودک وقتی که تولد میشد، کل مولود علی الاسلام، تمام مولود، تمام کودکی که تولد میشد در اسلام تولد میشد، یعنی فطرتش فطرتی اسلام و توحید و یکتاپرستی است. اما فابواه، پدر و مادرش، یوحدانی، یهودانی او یمجسانی او نصرانی او یهودانی، یهودی میکنند یا که نصرانی میکنند یا که مجوسی میکنند. پس این آیت هم دلالت میکند که انسان هایی که به شرک واقع شدند به نهایت سبحان الله خار و ذلیل هستند، که یک انسان دیگر، یک چیزی دیگر، حتی از انسان پستر چیز را، یک حیوان را عبادت میکنند. و این آیت هم دلالت میکند که شرک بد است و از شرک الله راضی نیست و الله مثال ها میآورد، بیان میکند که از شرک دست کشید. این آیت های الله که الان من به شما رسانیدم همه اش موافق عقل است و عقل من شما رو حرکت میکناند، به من شما فکر کردن رو میداد که فکر بکنید. ای مشرکین فکر بکنید، ای انسان ها فکر بکنید، ای مؤمنین فکر بکنید، حال مشرکین رو ببینید. مشرکینی که بجز الله میپرستند، دانید، بفهمید که شما یک چیزی پستی رو میپرستید که اقلا یک پشه رو خلق نکرده است. اون ذاتی واحد الاحد الفرد الصمد، الله یگانه که تمام زمین و آسمان را خلق کرده است، با این همه بزرگی جنت و سبحان الله نار را خلق کرده است، عرش کرسی را خلق کرده است، این را فراموش کردید و ترک کردید. به جای اون یک چیزی دیگری را که پشه را خلق کردگی نیست، اقل پشه را خلق کردن نمیتواند، اون را شما من دون الله دعا میکنید. شیطان سبحانه الله المستعان، شیطان اللعین الرجیم، شیطان اللعین الرجیم چگونه مردم را از راه الله سبحانه و تعالی میدارد، والعیاذ بالله. پس این بود یک مثال دیگری و این چنین مثال ها زیاد است. و الله سبحانه و تعالی میگوید آنهایی که بجز الله چیزی دیگری را، یعنی غیر الله کسی دیگری را یا چیزی دیگری را دعا میکنند، بدونند که هیچ وقت دعایشون قبول نمی شود. الله میگه له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. از آن اوست دعوت حق، از آن الله است. و آنهایی که به غیر الله، من دون الله، بجز الله چیزی دیگری رو دعا میکنند، بدانند که این دعاهای کردهشون قبول نمی شود. ای مزار پرست ها، ای اولیا پرست و صوفی پرست و رافضه پرست ها، ای قبر پرست ها،
ای کسانی که بجز الله چیزی دیگری را دعا میکنید، به چیزی دیگری امید بستید، به سنگ و خاک و قبر و درخت، بدانید و بفهمید که این دعاهای شما هرگیز و هرگیز قبول نخواهد شد. امروز به نام مسلمان انسان ها می روند به نزد قبر، در اونجا لطه ها می بندند، نظر می کنند، فرزند می طلبند، زنهای بی فرزند، مال و دنیا می طلبند انسان های قنبغل، دوری از بلا می طلبند کسانی مصیبت زده و بلا زده، و این چنین خرسندی می طلبند انسان ها و غیره. دانید که این همه عملتون شرک است و دعای شما ذره قبول نمی شود. این همه کار شما بیفایده است، مثل کاری کودکا هست که بازی میکنند، از اونم بدتر است، اصلا تمام فایده ندارد، نه دینی نه دنیوی، نه به فطرت نه به عقل راست نمیآید، اما ضرر دارد. ضررش این است که این عمل شما را مشرک میکند. هر کسی که به بالای قبر میرود، لطه میبندد، نظر میکند، یک ذره چیزی میطلبد، مشرک است و کافر است. اگر توبه کرده بمیرد، الله البته توبه انسان را قبول میکند، اما اگر توبه نکند و در همین حالت با همین عقیده وفات بکند که قبر پرستی، دعا کردن قبر و مزار پرستی جایز است، با همین عقیده وفات بکند و توبه نکند، سبحان الله، این انسان مشرک وفات کرده است. و الله در سوره نساء خبر میدهد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله مشرکان را نمی بخشد. کسانی که در حالت شرک، یعنی در حالت مشرکی توبه نکرده وفات کردند، اونها ابدالابد در جهنمند و به جز شرک دیگر چیزی را به کسی خواست می بخشد. پس برادران خواهران عزیزم، این همه آیات ها دلالت میکند که شرک بدترین چیز است. شرک در این دنیا و آخرت انسان را ناکام میکند، انسان را به پستی میبرد، انسان را بدبخت میکند. بدبختترین این مشرک است. بدبختی ها شرک است و بدبختترین ها مشرک است، زیرا که ابدالابد، همیشه و همیشه در جهنم باقی خواهد ماند. از سبحان الله رحمت الله دور است. امید به رحمت الله کرده هم نمیتواند انسانی که مشرک وفات کرده است، و الله ابدالابد جهنم را بروی او حرام میکند. جهنم با این همه علنگی و با این همه گرمی و سبحان الله سوزانیدنش انسان مشرک را پاک کرده نمیتواند. یعنی گناه شرک سخت است. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیت 39 میگوید والذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. ببینید الله میگه که آنانی که کافر شده اند، آنانی که کافر هستند، یعنی کافرها، عملهایشون بمانندی یک سراب بقیعتین، بگوییم یک بمانندی بوغ سراب، بمانند یک بوغی هست، مثلی که انسان گمان میکند، انسان تشنه گمان میکند که این آب هست. یعنی وقتی که در دشت ها، در صحرا هوا سخت گرم می شود، یک طرف صحرا رو اگر نظر کنید، همون دشت و صحرا گویا که آب هست، موج آب می تابد. کسراب بقیعه همین است، کسراب بقیعه، یعنی بمانند یک بوغی یا که بمانند یک موجی که سبحان الله در همون جا به شما گویا که آب میبینید. وقتی که به نزدش میروید میبینید که اونجا آب نیست، اونجا با صحرا است.
الله میگه به مانند همین انسان تشنه وقتی که در صحرا میبیند فکر میکند که آب است اما میرود که هیچ چیزی نیست. انسان کافر عملش به مانند همین است. چی گفتنی سخن است این؟ الله چگونه میخواد که به ما مثال آورد؟ الله میگوید که انسان‌های کافر هستند که در این دنیا عمل‌ها کردند، عمل‌های خوب. اینها گمان میکنند که بله ما عمل‌های خوب کردیم، این عمل‌های خوب ما نجات می‌دهد. اما روز قیامت میروند که هیچ چیزی ندارند. این به مانند همین است که یک انسان در دشت یک طرفی دشت می‌بیند که گویا که آب هست، در صحرا، در پوستینه. در صحرا می‌بیند که یک طرفی صحرا گویا که آب است، میرود که آب نیست، از گرمی همین خیلی می‌نماید به چشمش. این چی دلالت میکند؟ اینو دلالت میکند که انسانی که کافر است، انسانی که مشرک است، انسانی که مرتد است، عملش به تمام نابود شده است، هبته شده است. خودی مشرک و مرتد و کافر گمان میکند که عمل دارد، امید میکند که این عملش او را نجات میدهد، اما وقتی که میرود به نزد الله سبحانه و تعالی میبیند که هیچ عملی ندارد. برای چی؟ برای اینکه شرک و کفر عملهای پیش از خود بودش رو، عملهای خوب رو، عبادتها رو، همش رو نابود میکند. هر کسی که به نزد قبر، به نزد مزار، به نزد سنگ، به نزد غشت، به نزد درخت، به نزد چیزی دیگری بجز الله، حیوان، چیزی نباشد، رفت و عبادت را به همون غیر الله انجام داد، یا سجده کرد، یا نظر کرد، یا ذبح کرد، یا لطه بست و از اون دعا کرد و طلب کرد، چیزی نکرده باشد، یا سجده و رکوع کرد، یا محبت کرد، یا اطاعت کرد، الله المستعان، این مشرک شد. در همون وقت، همون لحظه که مشرک شد، تمام عملی پیش از این کردهش نابود شد. هزارها ثواب داشت، ثواب حج، ثواب نماز، ثواب عملهای زیادی کردش، همش نابود شد. والعیاذ بالله. اگر توبه نکرده بمیرد، جهنمی ابدالابد. پس هر کسی که شرک را انجام میدهد، هر کسی که مشرک به الله می شود، این گویا که از آسمانی بلند خودش را پرتافته است و در همون آسمان پرنده ها آمده اند و این را پاره پاره کرده اند و خورده اند و نابود شده است. این هم یک مثال الله آورده است. پس کسی که مشرک شده است یعنی خودش را به هلاکت رسانده است، خودش را کشته است. این آیت ها همه اش دلالت می کند که برادرانم و خواهران عزیزم، شرک بد است. عاقبت مشرک به نهایت وزنین است و سنگین است و سبحان الله عذاب شدید دارد. پس نجات در توحید است. اما توحید خود به خود به وجود نمیاد، باید توحید را بیاموزی، چرا که الله گفت فعلم انه لا اله الا الله. بدان. چگونه میدانید؟ یعنی بیاموز که نیست معبودی بر حق بجز الله. توحید بیاموز و بعد از این استغفار کن، بعد از این عمل کن. شرک را هم بیاموز تا که ترک کنی. کسی که بد را نمیداند، کسی که شرک را نمیداند، شرک را ترک کرده نمیتواند، چرا که وی نمیداند که کدام چیز را ترک بکند. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه دیگر باز دیگر از آیات هایی که دلالت به توحید میکند و بدی شرک به من و شما بیان میکند ان شاء الله سبحانه و تعالی بیان خواهیم کرد. اللهم وفقنا في التوحيد ونجنا من الشرك يا رب العالمين. آمين.